با عرض سلام به یکایک شما بینندگان عزیز، صبح شما بخیر باشد. امروز جمعه است 28 ایون و جمعه مبارک را به همه شما شاد باش میگیم. خب امروز در پراگ هوای آفتابی در نظر است. انتظار می رود که حرارت روزانه تا 25 درجه را تشکیل نماید. در مسکو هوا بارانی و تا 14 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ هوا ابری و تا 19 درجه گرم می شود. در دوشنبه هم امروز هوا ابری خواهد بود. در دوام روز گرمی به 35 درجه می رسد. مسافران شرکت سومونیر در نوسیبیرسک پرواز هواپیما را بیش از 14 ساعت انتظار بودند. گفته می شود سبب تأخیر با آن بستگی داشته است که هواپیمای بوینگ 737 از تاجیکستان سری وقت پرواز نکرده است. دفتر مطبوعاتی داستانی نقلیات سیبیر غربی گفته است در رابطه با تأخیر پرواز یگان شکایت از جانب مسافران به آنها وارد نشده است. هارلم دیزیر نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات روز 27 ایون از مقامات تاجیکستان خواست قرار خود را درباره بازخواندن اجازتنامه کار خبرنگار رادیو آزادی برای یوسفی بازبینی کند. وزارت کار خارجه تاجیکستان روز 26 ایون اکریدیتاسیای خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در دوشنبه براتلی نظرف را برای گزارش‌هایش بازخواند و او را از حق کار محروم کرد. 4 خبرنگار دیگری رادیو آزادی از سال 2017 منتظر حل اجازتنامه فعالیت می باشند. اجازتنامه نباید به عنوان یک وسیله نظارت محتوا یا محدود کردن جریان اطلاعات استفاده شود. من از مقامات میخواهم که اعتبارنامه کاری برای یوسفی را برقرار کنند و به همکاران او اجازه فعالیت دهند، گفت هارلم دیزیر در بیانیه خود. چند پیش سازمان امنیت و همکاری در اروپا از نظام دادن اکریدیتاسیون تنقید کرده و گفت نباید اکریدیتاسیون همچون وسیله نظارت خبرنگاران استفاده شود. مقامات سال 2016 بعد از نشر مطلب درباره دختر پرزیدنت تاجیکستان اجازتنامه کاری 6 خبرنگار رادیو آزادی را گرفت و دیرتر باز پس داد. نماینده صحت در امور آزادی مطبوعات در بیانیه خود همچنین از مقامات تاجیکستان خواسته است گزارش‌ها را درباره تهدید شدن اعضای خانواده خبرنگار تاجیک همیرو بختیار تحقیق کنند. سازمان میگوید بنا به خبرها مقامات اعضای خانواده همیرو بختیار را در دوشنبه ترساندند تا به او فشار بیارند که از خارج به تاجیکستان برگردد. گفته سازمان همیرو بختیار سال 2016 پس از فشارهای مقامات کشور را ترک کرده است و فعلا در اروپا زندگی می‌کند. نماینده خصوصی آمریکا برای صلح افغانستان گفت تاجیکستان با استفاده از نفوذ خود میتواند افغانها را به صلح تشویق کند. زلمه خلیلزاد افزود آمریکا نمیخواهد کردیت صلح افغانستان را انحصار یا مونوپول کند و همه از جمله تاجیکستان باید در روند صلح شریک باشند. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان روز 27 ایون در یک نشست خبری از موضع‌گیری دوشنبه در امور منطقه ستایش کرد. تاجیکستان به نظر من طرفدار کوشش‌های ماست که در افغانستان صلح بیاید. نگرانی‌های هم دارد که بجا است ولی برای آن نگرانی‌ها جواب‌های هم هست، گفت خلیلزاد. ولی این مقام آمریکایی شرح نداد که نگرانی‌های جانب تاجیکستان چی است. زلمه خلیلزاد گفت به تاجیکستان آمده است تا درباره کوشش‌های آمریکا برای صلح افغانستان به مقامات تاجیک اطلاع دهد و پیشنهادهای آنها را شنود. آمریکا با روسیه و چین در مسئله صلح افغانستان به سازش رسیدند و ایالات متحده امید دارد کشورهای دیگر شامل این تفاهم می‌شوند. نقش تاجیکستان و آسیای مرکزی حیاتی است، گفت او. زلمه خلیلزاد برای گفتگو با مقامات تاجیک شام 26 ایون وارد دوشنبه شد. سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و عراق ماه سپتامبر سال گذشته رهبر تیم مخصوص دپارتمنت دولتی آمریکا در امور گفت و شنود صلح آشتی با طالبان تعیین گردید. در حالی که زلمه خلیلزاد در دوشنبه بود رهبر افغانستان به پاکستان رفت. 27 ایون در جریان بازدید دو روزه پاکستان پرزیدنت افغانستان اشرف غنی با سروزیر پاکستان عمران خان ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی عمران خان که یک سال پیش سروزیر پاکستان انتخاب شده است اظهارات پخش نموده ابراز داشته است که دو کشور صحیفه نوی دوستی و همکاری باز میکنند که بر پایه اعتماد دو جانبه بوده برای صلح و ثبات منطقه به نفع مردم دو کشور خدمت خواهد کرد. گفته می شود که اثنای سفر رهبر افغان در برابر ارزیابی مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان تلاش برای بهبود روابط دو کشور همسایه بحث می شود. پیش از واخوری با عمران خان رهبر افغان با وزیر کار خارجه پاکستان شاه محمود قریشی دیدار و گفتگو داشت. وزارت کار خارجه پاکستان اظهار نموده است که دو جانب نقش پاکستان در تنظیم مذاکرات صلح افغان را بهای بلند دادند. پاکستان در تشکیل مذاکرات واشنگتن با طالبان سهمگیر بوده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 27 ایون به بلاروس سفر کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان هدف از این بازدید امامعلی رحمان را سفر رسمی اعلان نمود. منبع تفصیلات دیگری در رابطه با برنامه سفری آقای رحمان را ارائه نکرده است. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به بلاروس در حال صورت میگیرد که در ماه می سال گذشته الکساندر لوکاشنکو به دوشنبه سفر کرده بود. در جریان این سفر لوکاشنکو میان دو کشور 15 سند همکاری و سازشنامه‌ها به امضا رسید. رهبران دو کشور اون زمان گفتند که قصد دارند همکاری ها را به سطح شریکی استراتژی بالا برند. امامعلی رحمان و الکساندر لوکاشنکو عین حال در قلمرو شوروی پیشین از رهبران میباشند که مدت طولانی در سر قدرت هستند. امامعلی رحمان سال 1992 به سر قدرت آمد و الکساندر لوکاشنکو نیز از سال 1994 در بلاروس حاکمیت میکند. مقامات روسیه درباره شروع قبول عریضه آموزگاران هوشمندی کار در مکتب‌های تاجیکستان و قرغیزستان در سال نو خوانش را اعلان کرده است. طبق نقشه برای تعلیم در مکاتب این دو کشور معلمان زبان و ادبیات روس، فیزیک، متماتیک، شیمی، بیولوژی، تکنولوژی‌های انفرماسیونی و آموزگاران صنف‌های ابتدایی انتخاب می‌شوند. وزارت معارف روسیه کفالت داده است که این آموزگاران با معاش، منزل زیست، بیمه و پرداخت پول نقلیات تامین کرده می‌شوند. از داوطلبان کار در تاجیکستان و قرغیزستان تقاضا می شود که تجربه نه کمتر از 5 سال کاری در مکتب ها را داشته باشند. برتری به آنها داده می شود که در 3 سال اخیر از اتستاسیون کسبی گذشتند. در وزارت معارف روسیه گفتند فرستادن معلمان به مکتب های تاجیکستان از سال 2017 آغاز شده است. به قرغیزستان باشد از امسال شروع می گردد. دیروز امامعلی رحمان منوره نوی نظارتی تنظیم نمایی کارخانه توجیک ایره نویگاسیون را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به استفاده داد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان خبر می‌دهد که این انشاءات در چارچوب سازشنامه بین حکومت تاجیکستان و فرانسه در طول 1.5 سال ساخته شده است. بلندی منوره 41.23 متر بوده. در قسم بالای آن تالار کاری تنظیمکاران جایگیر میباشد که در پایه بلندی 36 متر بنیاد گردیده است. این منوره امکان می‌دهد تا امنیت پروازها در فرودگاه و بیرون تامین کرده شود. دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه از صادر شدن حکم یک سرباز قطاری برای مژدزنی به چشم سرژانت خرد خبر میدهد. طبق اطلاع دادگاه جنجال میان سرباز ناصرجان صادقов و سرژانت جلالالدین خان صلاحالدین خانов ماه می سال روان رخ داده است. تشخیص سودی طبی جراحت جسمانی سرژانت خرد در نمود خوناماس و خونریزش در موضع چشم راست را معین کرده است که تیزگذر بوده منسوب به ضرر سلامتی دانسته نشده است. دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه ناصرجان صادقов را بر اساس ماده 373 قسم 1 کودکس جنایی گناهکار دانسته شرطاً به 1 سال زندان محکوم کرده است. ناصرجان صادقов از شهر اسواره ولایت سوخت ماه اکتبر سال 2017 به خدمت حربی به قسم حربی وزارت مدافع جلب شده است. و بینندگان عزیز اکنون از قرب اسعار خارجی در تاجیکستان میگویم که برای امروز از سوی بانک ملی تعیین شده است $1.943 درهم، $1 10 و 72 درهم و 1000 روبل روسی برابر است به 149 درهم. تشکر که ما را تماشا کردید و بعد از 3 ساعت دیگر باز با شما ملاقات خواهیم داشت. روز خوب داشته باشید.